خیلی خوشحالم از اینکه در شهر سلیمانیه نمایشگاه برگزار شده. ممنونم از مردم هنردوستش که بازدید خیلی خوبی داشتیم. در این نمایشگاه با 2 اثر حضور داشتم. در نقاشی هم از اوریگامی استفاده میکنم. اوریگامی هنر تا کردن کاغذ هست و به مثلث های مختلفی کاغذ رو هی تا میکنین و در نهایت شکلی زیبا ازش خارج میشه و مثلث نماد زن هست. من هم با توجه به اینکه موضوع کارم همیشه زن هست از اوریگامی استفاده میکنم. موضوع این نقاشی یه جورایی جدال بین خیر و شر هست. شما پایین یه اوریگامی فرشته رو میبینین، یک فرشته سفید هست با بالهای بزرگ، در بالای سیاهی و تاریکی میبینین و زنی که پشتش هست و توی سرش یه عالمه فکرهای رنگی و اگه نگاه کنین بعضی از برگ‌های این درخت شبیه پرنده است. آوازهایی که این زن توی سرش داره، خیالاتی که توی سرش هست و تضادی که در جامعه مخصوصا جامعه سنتی که خب هر چقدر هم مدرن بشه باز درگیر سنت هست، این درگیری و کشمکشی که در واقع یک زن با اون درگیره، این رو خواستم نشون بدم و اینکه در نهایت نجات دهنده تو خودت هستی. این اوریگامی کاغذیه، نجات دهنده تویی که یک زنی.